هیچ رهروی سرانجام را نمی‌داند. راز راه در آغاز آن پنهان است. نخستین گام برداشتن گامی کوچک هزار افق را خواهد گشود. راه خود را می‌سازد. وقتی آغاز کردی راه همچون رود از دل زمین می‌جوشد، به ادامه مسیر خود را پیدا می‌کند. چشمه‌ای که می‌جوشد نمی‌پرسد کجا خواهد رفت، فقط سرخوش و بی‌پروا جاری می‌شود. هر قدم فانوسی از پیش نهاده را روشن می‌کند و راه در پرتو نور نشان بر تو آشکار می‌شود. به نام خداوند یکتا، مقدس باد نام او یهوه. درود و نور خدمت داداش پیمان عزیز و همه همراهان همیشگی پیج قدرتمند ماوراللوتوس. دوستان همراهان همیشگی، خواستم مطلبی رو ارائه بدم نسبت به قضیه سکوت و مشاهده‌گری ما در زندگی. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو نسبت به این بحث ارسال کنید، با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم. سپاسگزارم از حضور تک تک همه عزیزان. که چرا در خودشناسی به سکوت و مشاهده‌گری تاکید کردن بزرگان ما فهمیدیم تمام مشکلات ما از ذهن خودمون هستش و تا وقتی ذهنمون زنده هستش واسه ما مانع، مسئله و مشکل ایجاد میکنه. خب قاعدتا ذهن ما مثل باطلاق میمونه، به هرچی بخوایم باهاش طرف بشیم، بجنگیم، انگار داریم به نوعی دست و پا میزنیم توی این باطلاق و بیشتر توی باطلاق فرو میریم. و به نظرم، حالا نمیخوام نظرم منتهی میکنم، هیچ راهی بهتر و زیباتر از این نیست که ما جز یک مشاهده‌گری چیزی انجام ندیم، در اون اتفاق غیر از یک مشاهده‌گر چیزی نباشه. و مشاهده‌گری تنها و بهترین کار هست در این مسیر. به ذهنمون هر چقدر واکنششون بدیم، هر چقدر قضاوت کنیم و درگیر بشیم، اینجوری بهش به نوعی داریم غذا میدیم. درست مثل بیماری سرطانی که متاسفانه جامعه ایران و ایران عزیزمون رو به نوعی حالا گرفته و رتبه 1 جهان رو متاسفانه داره. عرض به حضور خدمت عزیزان که میگم به نوعی حالا اگر میخواد بیماری سرطان رو درمان کنیم، ما نباید اون غذایی که اون تومور به هر حال از طریق اون تومور داره استفاده میکنه، اون غذایی که ما میخوریم شیرینیجات نباشه که غذا بهش ندیم. اون غذاشو ازش بگیریم، گرسنش بذاریم تا در روند بهبودی بیمار 100% تاثیرگذار باشه. همینجور نسبت به این قضیه، نسبت به مسائلی که ما پیش رو داریم، ما باید بهش غذا ندیم و از برخوردها و واکنش‌های ما تغذیه میکنه و بزرگ میشه. و هر رفتاری، رفتار فکری، اتفاقی و وضعیتی اگه واکنش نشون ندیم و فقط بهش آگاه بشیم و مشاهدهش کنیم، ذهنمون زور و توانش رو از دست میده، یواش یواش ضعیف میشه، ضعیفتر میشه. اینجوری توی عملکردی که داره حالا به نوعی میشه گفت تضعیف میشه و خلاصه اون اتفاق بدی که میخواد به نوعی برای ما رقم بزنه و ما رو گول بزنه دیگه نمیتونه. یعنی در هر وضعیتی به جای اینکه قضاوت کنیم، بجنگیم، خشمگین بشیم، کاملا آگاهانه، بی‌طرف، بدون قضاوت کردن مشاهده کنیم. آخه این کار به نوعی باعث میشه به ذهنمون جای غذا دادن بهش گرسنگی بدیم. کم کم یه جوره به بی‌ذهنی میرسیم. بی‌ذهنی منظور همون سکوت عمیق و به نوعی شروع یا حالا آغاز شنیدن صدای پروردگار هست. یعنی شنیدن صدای اون ندای درونی و راهنمای درونمون، همون استاد و خلاصه پیر درون. کم کم تو درون ما یه گشودگی حاصل میشه و در درونمون فضایی ایجاد میشه که همین چیزو رفته رفته میفهمیم و قطعا نتیجهش این میشه که اون صدا رو میشنویم، اون صدای پروردگار رو. پس به خدا دوستان ببخشید وایس 4-5 دقیقه حالا شد،
بازم میگم اگر لطف کنید نظراتتون رو نسبت به این موضوع شما هم ارائه بدید و گپ گفتگو این شکلی داشته باشیم برای بالا بردن ارتقا روحیمون. خیلی به نظرم حالا این گپ گفتگو تاثیرگذار هستش. بازم شکر حضور تک تکتون، ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. درود و نور در پناه نور.